کانال موسیک پروم 2020 ویدیوی 5 دقیقه را از قبرستانی که در آن فرماندهان در زمانش پرنفوذ فرانت خلقی از شهر کولاب، سنگک سفروف، لنگری و سلطان چالوف به خاک سپرده شدند نشر کرد. در ویدیو دیده می شود که قبر لنگریف در بالای تپه جایگیر شده و در گردش از خشت مقبره محتشمه هم بنا کردند. لنگریف که در تیر ماه سال 1992 در یک صدمه سخت مجروح شده بود، دیگر از بستر بیماری برنخسته سال 1993 وفات کرد و عملا پیروزی فرانت خلقی را در جنگ شهروندی ندید. ولی بر روی قبر فرمانده دیگر فرانت خلقی، سلطان چالوف، که سال 1998 در سن همگی 36 از دنیا رفت، تنها سنگ یادگاری گذاشتند و دیگر مقبره نساختند. سنگ قبر سلطان چالوف هم ظاهرا نگاه بین نمی شود، چون که رنگ زرحلی نوشته ها بر آن حکاکی شده الکی کور شدند و کتیبه سنگ مزار او را به زور خوانده می شود. احشار مصرع که در سنگ مزار سلطان چالوف کتابت شده است، تنها مصرع اولش خوانده می شود که در آن نوشتند جهان یادگار است و ما رفتنی. سه مصرع دیگر به اندازه کور شده است که خواندن نمی شود. در اطراف قبر اساسگذار فرانت خلقی سنگک سفروف طوری به نظر می رسد نقشه ساختن مقبره بزرگ وجود داشته است، ولی آن را تا به آخر نرسانیدند و تنها چند پایه بتونی سالهای پیش ساخته شده باقی مانده است و خلاص. قبر سنگک سفروف که 30 مارس سال 1993 در یک مناقشه مرموز با فیضعلی سیدوف، یکی دیگر از فرماندهان اول فرانت خلقی، در نویه باختر کشته شد، حتی سنگ یادگاری ندارد. اما در قبر سفروف نظری سنگاکوویچ که 22 ایون سال 1980 به دنیا آمده، 13 ایون سال 1995 در آستانه زادروز 25مش از دنیا رفته است، سنگ یادگاری گذاشته شده است که در آن تاریخ تولد و وفات او و همین دو بیتی حکاکی شده است: دریغ از عمر کوتاهت، ز دنیا تو جوان رفتی، نگشته سیر از دنیا به مرگ ناگهان رفتی.